خانم بهنهاد، من چند تا هنرمند رادیویی رو نام میبرم، شما نظرتون رو بگین کدوم بهتر. البته من در جایگاهی نیستم که بخوام در مورد می‌کنم. هنرمندهای بزرگ رادیو حرف بزنم. من سیمایی هستم، در رادیو درس پس میدم. خواهش میکنم. مجید پتکی یا مهدی مخبری؟ در رادیو مهدی مخبری یا مهدی مددکار؟ مهدی مددکار. مهدی مددکار یا مهدی آذری؟ مهدی آذری. مهدی آذری یا بهرام نوری؟ خیلی سخته. رزومه های کاری مهدی آذری. مهدی آذری یا حسین توسلی؟ استاد حسین توسلی. حسین توسلی یا فریده دریامج؟ حسین توسلی. حسین توسلی یا مینا نوروزی؟ حسین توسلی. حسین توسلی یا مریم جهانی؟ حسین توسلی. حسین توسلی یا طاهره اسماعیلی؟ ای وای. حسین توسلی. حسین توسلی یا حدیث نیکرو؟ آقای حسین توسلی. حسین توسلی یا عفت جمالی پور؟ خب آقای حسین توسلی از بزرگان ما هستن، ما همینجوری بریم جلو. همچنان آقای حسین توسلی. حسین توسلی یا نسرین بابایی؟ حسین توسلی. حسین توسلی یا مریم واحد؟ خب اینجا از اونجایی که من خیلی دوست دارم با خانم‌های قدرتمند باشم، میشکنم اینو مریم واحد. ممنون از شما.